ماه رمضان فرصت استثنایی برای توبه است. بعضیا در رمضان پارسال با ما بودن، زنده بودن، میدیدیمشون، در کنار ما بودن، اما امروز نیستن. در طول این 1 سال گذشته از دنیا رفتن. جوانهایی بودن که از دنیا رفتن، انسانهای میان سالی بودن که از دنیا رفتن، انسانهای سالمی بودن که هیچ بیماری و مشکلی نداشتن، شب خوابیدن و صبح از این دنیا رفتن. پس از هر ثانیه باید انسان استفاده بکنه برای توبه. امروز و فردا نکنید، توبه رو برای فردا، برای حتی 1 ساعت، 1 دقیقه بعد نه، همین امشب، همین الان 2 رکعت نماز بخوانید و توبه بکنید و درهای توبه رو الله سبحانه و تعالی بر روی بندگانش باز گذاشته. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که گناه کردید، در گناه اسراف هم کردید، زیاده روی کردید، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوید. الله سبحانه و تعالی همه گناهان را میبخشد. اگر گناهی کردید و الله سبحانه و تعالی ستر کرده، پوشانده، کسی خبر نداره، فکر نکنید که الله سبحانه و تعالی غافل است. در حسابتان، در نامه اعمالتان نوشته شده است. این که الله متعال ستر کرده، این یک هشدار است برای انسان. اگر امروز از گناهایی که در پنهانی انجام میدهیم اطرافیان ما خبر شوند، دوستان ما خبر شوند، خانواده ما خبر شوند، آیا رو داریم که به طرف اونها نگاه بکنیم؟ کی این رو پوشانده؟ الله سبحانه و تعالی تا فرصتی به ما بده. این هشداری است، زنگ خطری است. میگه که ببین من گناه کردی، گناه تو رو پوشاندم، کسی خبر نداره. بیا و توبه بکن. بیا توبه بکن که من توبه پذیر مهربان هستم.